دلچسب ترین صبحونه همین املتیه که میخوام بهت یاد بدم. با اکوکوک همراه شد. 2 عدد گوجه رو حلقه‌ای برش بدید. کمی کره رو داخل تابه بذارید. وقتی ذوب شد مقداری هم روغن بریزید. گوجه ها رو داخل تابه بچینید. روش نمک و فلفل سیاه بریزید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. زیر و رو کرده و اون سمتش رو هم با نمک و فلفل سیاه مزه دار کنید. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. وقتی کمی سرخ شد مقداری پنیر پیتزا بریزید. کمی جا باز کنید و 2 عدد تخم مرغ اضافه و در تابه رو هم ببندید. کمی که سفیده ها پخته شدن مقداری جعفری روش بریزید و سرو کنید. املت به این خوشمزدگی واقعا خوردن داره. همین الان دست به کار شد. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما را لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.